دجال گور به گور وقتی که ارتش آزادی بخش ملی ایران تنور جنگ طلبیشو گل گرفت، به زبون خودش گفت زهر خوردم، آبرومو معامله کردم، آتش‌بسو پذیرفتم. خلاصه همون حرفایی که همه میدونن در شکست خمینی گفت. حالا بعد از مرگ دجال، بعد از بیش از 2 دهه، بعد از چند دور شقه و انبوهی ریزش تو نظام آخوندی، الان که تلاش بکنن فضای جبهه و جنگ و تو رژیم دامن بزنن، دیگه خیلی خنده داره. داستان این راهیان زور و اکیپای تجسس استخون و انتقال و دفن استخونات تو دانشگاه ها اینا برای همین دامن زدن به فضای جنگ ضد میهنی، منتها با 2-3 دهه تأخیر. از قبل از عید طبق معمول باز شروع کردن به تبلیغ که آی مردم به جای سفر نوروزی و نمیدونم تفریح و گردش و اینا، پاشین بیاین برین طلاییه و شلمچه و میدون میم ببینین و کار اینجوری. ترانه‌ام براش درست کردم. اون گوریل انگوری موسیقی نظام که کنار چارلول ترانه میخونه، اون قدم که ظاهرش نشون میده بیفایده و بی مصرف نیست. به درد ایده دادن به طنز پردازای پیک شادی خورد. ای طلای من مجنونتم شوم چه مدیونتم شلم چه مهمونتم شلم چه نیشنانای من مجنونتم شلم چه که شام میدم شلم چه مهمونتم شلم
رئیس جمهور دیدار از 3 کشور آفریقایی را با سفر به بنین آغاز کرد. سفر به بنین در غرب آفریقا اولین مرحله از سفر رئیس جمهور به 3 کشور آفریقایی. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و بنین در ملاقات تقریباً 1 ساعتهشان درباره ابعاد مختلف همکاری‌ها میان 2 کشور گفتگو کردند. رئیس جمهور دوشنبه تا ظهر در بنین خواهد ماند. Kumurubanga, Atina Kumba, Etiki Kinga, Namura Kunga. توجه فرمودید؟ متوجه شدید؟ حالا بوتی ساماندا. بله کوچیک رئیس قبیله. بله حالا امروز من به حول و قوه قلمی به بزرگترین، ثروتمندترین و تعیین کننده ترین کشور دنیا آمدم. دشمنان بدانند آنهایی که ما را تحویل نمیگیرند آنقدر ما را تحویل نگیرید تا طویل دانتان پاره شود. جانم بله من نمیشتم، من صداتون رو نمیشتم. نیزه بله من آقا اینو یادداشت کن، نیزه میخوام بفرستیم. بله اینه، اجازه بده. همونطور که ملاحظه میکنید تا قله های عزت و اقتدار یک یاتاکونده دیگر بیشتر فاصله ندارد. ملت بانشاتی است. بیا عزیزان من، سران قبایل. بله نمیشتم من نفت بله میخورین یا میبرین؟ شما سفره رو بندازین، عطایی میارم سر سفره هاتون، من نفت میارم سر سفره هاتون. هیچ راه حلی جز رو آوردن به ارزش های متعالی امام راحل رو نداره. آقا شیشه خالی بیار، ارزش ببر. مخلص رئیس قبیله، مخلص. اجازه بده. این گونه نباتاندا کمراتاندا، لاکن ای کاش من هم کوبوتوباندا. توجه نمید. یادداشت کنید.